جان سلام. از اونجایی که دوره پس از زرخوری تو نظام ولایت از اون دوره های خطیر و خفنه، بنابراین باید انتظار هر اتفاقی رو داشت. آره دیگه، قضیت الغریق یتشبث به کل الحشیش، یعنی اونی که داره غرق میشه به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه. حالا این حکایت علیگدا و چنگ زدنش به حشیش تاریخ در رفتشه. بله، عنتری نژاد باز میگردد. احمدی نژاد باز میگردد. حالا او آمده است، تمام قد و با تمام حامیانش. سفر استانی می رود، سخنرانی می کند، از بهار می گوید و صراحتاً اظهار می کند که پیروز خواهد شد. ساده انگاری است که تصور کنیم پیروزی را محدود در انتخابات مجلس آتی می داند. او روز پنجشنبه 2 پروژه همزمان را به صورت رسمی کلید زد: انتخابات مجلس امسال و ریاست جمهوری سال 96. یه وقت فکر نکنید بازگشت عنتری نژاد به صحنه همینجوری الک دلکی بوده ها. نه خیر، یه کاسه زیر نیم کاسه است. این محمود شاخان نظام قبل از اینکه سر کلش تو برق پاره های حکومتی پیدا بشه، اول یه سر میره پیش علیگدا و ازش مجوز میگیره. احمدی نژاد ضمن اشاره به دیدار خود با رهبر انقلاب اسلامی گفت: زمانی خدمت رهبر انقلاب رسیدم و برنامه بازخوانی آرمانهای امام و انقلاب را خدمت ایشان عرض کردم. ایشان راهنمایی‌ها و راهنمودهایی را بیان فرمودند و در نتیجه این بازخوانی تکلیف بنده شد. بله، عنتر نظام دوباره از زیر عبای لوتیش بیرون اومده تا مثلا آرمانهای پوسیده امامشو بازخونی کنه. جالب اینجاست که اولین برگم که رو کرده شاخ به شاخ شدن با باند کوسه بوده. کار اسحاق خان جهانگیری و محمود خان احمدی نژاد هم این هفته به دعوا و گیس و گیس کشی کشیده شد و وکیل احمدی نژاد از شکایتش از جهانگیری به خاطر اتهام زنی های گاه و بیگاهش به دولت قبل خبر داد و جهانگیری هم اعلام کرد که اون رازهای مگو رو افشا میکنم و خلاصه باید فعلا منتظر بمونیم تا ببینیم نتیجه این دعوا به کجا ختم میشه. اسحاق جهانگیری که پوست قضیه است. این عنتری جهانگیری رو بهونه کرده تا به فرموده علیگدا به سر و صورت کوسه و شیخپری بکوبه. از اون طرفم جماعت کوسه بسیج شدن تا همین اول کاری صدای عنتری رو ببرن و برگ سوخته علیگدا رو جزقاله کنن. صادق خرازی: احمدی نژاد تمام شد، ولی احمدی نژادیسم خطری برای کشور است. معلوم است که مردم ایران نمیتوانند طنز و فکاهی غنیسازی اورانیوم دختر 14 ساله در آشپزخانه را بپذیرند. معلوم است شعارهای تند و بی‌معنایی که سالها رئیس دولت سابق داد را مردم نمیپذیرند. خب حالا میرسیم به سوال موشکافی امشب. آقا مگه این عنتری همون نبود که تو دوره دومش موی دماغ علیگدا شد؟ مگه همون نبود که شب و روز خون به جیگر عظما میکرد؟ حالا راستی چی شده که دوباره به صحنه اومده؟ بالاخره داستان چیه؟ این عنتری کیش میشه؟ جواب من نمیگم، بذارید از زبون لاریجانی جانی بشنویم. یا فرمودن که سگ آقای احمدی نژاد و مشایی شرف داره به اینا و اینجور میشه حرف زد. حالا حداقل من اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله که گفته بودم که. ملاحظه کردی؟ میگه بابا تو شق و شکاف باندی نظام وقتی یه طرف کوسه و شیخپریه و یه طرف علیگدا، معلومه که جای عنتری نژاد زیر عبای عظماست. خود خامنه و باقی نوچه‌هاش سگ عنتری نژادی رو به کوسه و شیخپری ترجیح میدن.
حالا باید منتظر موند و دید که جونورایی مثل عنتری نژاد چه بلایی بر سر نظام آش و لاش علی گدا میاره. از اینجا به بعد هرچی هست بزن بیشتر و بکوب وحشیانه تره. خودشون با دست خودشون نظامشون رو جر با جر میکنن. موشکار